و هنگامی که به آنها گفته شود شما هم مثل مردم عادی بی غرور ایمان بیاورید، مغرورانه جواب دهند ما مثل بیخردان ایمان بیاوریم، بدانید آنها خود بیخردند، هرچند که نمیدانند. و هنگامی که با اهل ایمان و حقیقت برخورد کنند، گویند ما خدا و حقایق هستی را باور کردیم. و وقتی با شیاطین درونی و بیرونی خود خلوت می کنند، می گویند ما به واقع با شما هستیم و اهل ایمان را مسخره می کنیم. خبر ندارند این خداست که آنها را مسخره می کند و چنان در ظلمت طغیان و کفرشان رهایشان می کند تا همیشه سرگردان بمانند. این دسته کسانی اند که هستی خود را داده و به جای هدایت گمراهی و حیرانی خریدند. بیشک تجارتشان سودی ندارد و هرگز به راه نجات و آرامش دست نخواهند.